سلام خدمت همراهان عزیز کرمان تعمیر. با آموزش برنامه‌های شستشوی لباسشویی LG دایرکت درایو و 7 کیلویی در خدمتتون هستیم. خب سمت چپ دستگاه یا وسط دستگاه سلکتور تنظیم برنامه‌ها هست و این قسمت کلیدهای تنظیمات اضافی که دونه دونه توضیحاتش رو خدمتتون عرض میکنم. لباسشویی رو که روشن میکنیم ما میتونیم اینجا حالا چه به سمت چپ چه سمت راست برنامه مد نظرمون رو انتخاب کنید. من از سمت چپ توضیحات رو بهتون میدم. برنامه کاتن یا کتان لباسای نخی پنبه‌ای، کلا لباسای معمولی یا الیاف مثل ملافه اینجور چیزا رو میتونید از این برنامه انتخاب کنید. همینطور که میبینید بعد از اینکه برنامه رو انتخاب میکنید شما میتونید دمای دستگاه رو انتخاب کنید که با توجه به نوع پارچه و میزان کثیفش میتونید از 0 تا 90 درجه انتخاب کنید. اینجا کلید اسپین هست مربوط به تنظیم دور خوشگون که این هم میتونید دورش از 0 400 800 1000 و 1200 انتخاب کنید. این هم با توجه به نوع پارچتون میتونید دور خوشگون رو بالا ببرین. توصیه میشه خصوصا تو فصل تابستون بین 400 تا 800 اوکی هست که فشار زیادی روی دستگاه وارد نشه. خب برنامه بعدی کاتن لارج هست، مربوط به الیاف پارچه‌ای حجیمه، مثل چادر، مثل ملافه. میتونید از این برنامه استفاده کنید که دوباره هم دکمه تمپ هم دکمه اسپین قابل تنظیم. یه دکمه فراموش کردم، حالت پریواش شستشوی بیشتر. یعنی شما ببینید توی حالت عادی از خونه شماره 2 پوت میبره، حالا اینجا کثیف مشخص نمیشه. خونه شماره 2 این شستشوی اصلی هست، چنانچه دکمه پریواش رو انتخاب کنید میتونید تو خونه شماره 1 هم پوت رو بریسید. این قسمت هم که مربوط به مایع نرم کننده هست. یه نکته ای هم که هست، شما هر چند وقت یک بار میتونید اینو باید باز کنید، تمیز کنید. مثل این میبینید که چقدر کثیف شده، حتی نه فقط جا پوتری، این دوش و داخل، حالا اگه تو فیلم تو فیلم مشخص میشه، دوش بالا رو با یه فرچه مسواک محکمی چیزی، یه مقدار سرکه، یه چیزی که قشنگی منافذ رو باز کنه که آب به راحتی وارد دستگاه بشه. برای باز کردنش هم اینجایی که علامت دست هست که پوش نوشته فشار بدید، خیلی راحت جا پوک در میاد و برای جا زدنش هم میتونید حالا با زور یا حتی اونم یه مقدار اینجوری فشار بده، خیلی راحت وارد دستگاه میشه. پس برنامه کاتن و کاتن لارج دکمه پریواش در صورت اینکه بخوایم بیشتر شستشوی تمیزتری داشته باشین، 2 نوبت پوت و شستشوی کامل داشته باشین، میتونید دکمه پریواش رو هم فعال کنید. برنامه بعدی میکس هست، یعنی مربوط به تمامی البسه. شما میتونید هر لباسی که دارید حالا که میکس داخل دستگاه بریزید که باز هم تمپ قابل تنظیمه. البته خیلی بالا نمیشه بردش، دیدید تا 40 بیشتر نبود و دور خوشگون. دکمه پریواش هم تو این برنامه قابل انتخاب هست. خب برنامه بعدی ایزیکر هست یا الیاف مصنوعی هست. تو این برنامه لباسایی مثل لباسای پلی استر الیاف مصنوعی دارن و تو این برنامه میتونید انتخاب کنید. زیاد تفاوت آنچنانی با برنامه میکس یا کاتن نداره، صرفا توی تنظیم دما شما خیلی با دما رو بالا نمیتونید ببرید. برنامه بعدی ایزیکر رو که خدمتتون توضیح دادم، بیبی کر هست. از اسمش مشخصه، لباسای کودکان، نوزادات. توی این برنامه شما دما رو میتونید خیلی بالا ببرید. به طور پیش‌فرض دکمه پریواش یعنی شستشو بالا هست، تایم شستشو به شدت طولانی هست و از هر دو خونه پوت وارد لباسشویی میشه. دما هم بالاست، یعنی ببینید شما تا 95 یا 60، یعنی پایین‌تر از 60 درجه نیست، به خاطر اینکه کاملا لباس کودکتون ضد عفونی بشه. حتما به نوع پارچه‌ای که دارین میریزید توجه داشته باشید. اگر دمای بالا باعث آب رفتگی یا کش اومدن منظورمه یا به هم ریختن رنگ لباس میشه، حتما روی این برنامه انتخاب نکنید. این برای بیشتر لباسای پنبه‌ای نوزاداست که میخواین کاملا ضد عفونی بشه و دمای آب بالا آسیبی بهش نمیزنه. خب میریم سمت راست دستگاه، اسپورت ور که مشخصه لباسای ورزشی رو توی این برنامه میتونید انتخاب کنید و استفاده کنید. برنامه بعدی دلیکت هست، لباسای حساس هست، حریر،
توری، لباس شب، لباس مجلسی یا لباسایی که روی اتیکتش خورده هندواش میتونید توی این برنامه استفاده کنید. توی این برنامه چرخش دور موتور خیلی آرومه، میزان آبگیریش از حد معمول یه مقدار بالاتره، باعث میشه که آسیب کمتری به بافت پارچه لباس وارد بشه. توی این برنامه شما دما رو نمیتونید تغییر بدید، دور موتور هم بیشتر از 800 قابل تنظیم نیست، بهتره دور موتور پایین باشه. این برنامه برای شستشوی پرده های توری هم گزینه بسیار خوبیه، چون زیاد سوال میشه. دلیکت کلا توی همه لباسشویی مناسب پرده های توری هست. برنامه بعدی وول یا لباس پشمی هست. توی این برنامه هم دور دمای آب بیشتر از 40 نیست و دور خشکن هم پایین هست. برنامه بعدی برنامه متداولی که اکثرا باش استفاده میکنن، برنامه کویک 30 دقیقه است برای لباسای روزمره است. یعنی لباسایی که میزان کثیفیشون کمه، صرفا بوی عرق میدن یا میخواین یه شستشوی کوتاهی روش انجام بشه، میتونید از این برنامه استفاده کنید. بهتره تو این برنامه از حجم نرمال لباس کمتر لباسشویی از حجم نرمال لباسشویی کمتر لباس داخلش بریزید. ببینید یه نکته که خیلی الان در قفل شده، متاسفانه نمیتونم باز کنم، خیلی سوال میشه که چه میزان لباس داخل لباسشویی بریزیم. معمولا هر لباسشویی روی شیشش یک خط نشانگری داره که شما حالا اگر توی فیلم دیده بشه یک خط نشانگر داره مربوط به این که چه میزان لباس وارد لباسشویی بشه، یعنی داخلش بذارید. شما همیشه توی این خط بذارید. وقتی روی برنامه کویک استفاده میکنیم بهتره برای شستشوی بهتری داشته باشین یه مقدار کمتر از حد نرمال بریزید که لباسا قشنگ تمیز بشن و شسته بشن، چون توی این برنامه تمام کارش سریع انجام میشه. بهتره لباسا کمتر باشه، شستشوی بهتری در نتیجه خواهید داشت. برنامه بعدی رینز و اسپین هست. آبکشی و دور خشکن، یک دور آبکشی انجام میشه و در نهایت هم یه تخلیه و دور خشکن رو میزنه. فقط صرفا برای اینکه یه آبکشی روی لباس بشه میتونید از این برنامه استفاده کنید که تایمش میبینید 18 دقیقه است. خب من دکمه‌های دستگاه یک بار خدمتتون توضیح میدم. دکمه استارت و پوز، استارت و توقف برنامه شستشو است. یعنی شما برنامه رو که میدین دکمه استارت رو میزنید تا شستشو آغاز بشه. برنامه دکمه بعدی اسپین هست، دور خشکن هست. اگر یه زمانی لباسای خیسی داشته باشیم بخوایم آبگیری کنی، همین اسپین رو فقط بزنید خودش کارش الان چون تو برنامه هستی، به محض اینکه روشنش کنید ببینید دکمه اسپین رو بزنید کارتون رو انجام بده. من یه وقت خاموشش کنم. من اینجا که اسکرین رو بذارم 13 دقیقه فقط آب کشی رو انجام میده. دکمه بعدی تمپ هست، تنظیم دمای آب. تو هر برنامه شما میتونید انتخاب کنید. دکمه پیواشو که بهتون گفتم شستشو 2 نوبت بشه و از خونه شماره 1 هم پود وارد دستگاه بشه. تایم دیلی، تاخیر در شروع شستشو. شما لباس داخل لباسشویی میریزین، پود میریزی و تو تایم دیلی میگین 4 ساعت آینده، 5 ساعت آینده خودش لباسشویی شروع به کار کنه و شستشو رو براتون انجام بده. خب دکمه قفل کودک با نگه داشتن دکمه اسپین رو تمپ چند ثانیه قفل کودک فعال میشه که الان علامت CL مشاهده میکنید. همین رو 3 ثانیه نگه دارید بره فعال میشه. این هم دکمه قفل کودک دستگاه بود و در نهایت هم چنانچه پیواش و تایم دیلی رو 3 ثانیه نگه دارید. ببینید press and hold 3 second for top killing function. برای شستشو و جرمگیری دستگاه از این برنامه میتونید انتخاب کنید. من تایم دیلی رو در فعال کنم. خب شما زمانی که اینو 3 ثانیه نگه دارید میره تو برنامه جرمگیری بدون لباس. پودر جرمگیر رو بریزید داخل یه مقدار داخل دستگاه، یه مقدار کم روی لاستیک، حتی توی جافوتی هم یه مقدار میتونیم بریزین که اون مسیر هم شستشو شه. بذاریم خودش دستگاه کاملا کار کنه و شستشو. هر 1-2 ماه
2-3 ماه یک بار اوکیه، میتونید. البته اینا همه برمیگرده به میزان استفادهتون از لباسشویی و سختی آب منطقتون. حتما این کارو بکنید که باعث افزایش طول عمر لباسشوییتون میشه، باعث آسیب کمتر به شفت، سه نظام، خود دیگتون کمتر جرم میگیره، تمام رسوبایی که دور دیگ جمع میشه رو جلوشو میگیره. خب امیدوارم این آموزش براتون مثمر ثمر بوده باشه. ممنونم که با کرمان تعمیر همراه هستین.